فکری میکنی؟ گم شو بیرون. چرا دیر اومدی؟ اگر یادت باشه دیروز گفتی زنگی که برای من نزنه منم بهش گوش نمیدم. خب منظورت چیه؟ خب زنگ کوفتی که برای من نزنه نمیتونه منو سر تایم برسونه کلاس. از کلاسم برو بیرون. چرا؟ چون 5 دقیقه کلا دیر کردم؟ تو حتی دیروز سر کلاس نبودی. میدونم ولی اهمیتی نداره. چرا؟ اتفاقا خیلی مهمتره که معلم سر کلاس آن تایم باشه تا دانشجو. تکلیفی که دیروز بهتون گفتم بذار روی میزم و یا نه برو بیرون. سر کلاس انجامش دادم. روی میزته. خیلی خوب، ولی چرا هرچی از سوال 1 تا 8 رو جواب دادی دقیقاً شبیه جوابای چنگیزه؟ او نمیدونم، شاید داریم به سوالات یکسانی پاسخ میدیم. باورت میشه؟ چنگیز خودکارت. اینو تدریس با هم دیگه حرف نزنی. چرا حین سخنرانی من داری آموزش میدی؟ ای دیوس، برو دم دفتر الان. اوکی، میشه قبلش برم دستشویی؟ برای چی؟ برای باز کردن درهای کائنات چه فکری میکنی؟ گم شو بیرون.